ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ҳамҷорони азиз. Инак дар диёри зебомазари мо Панҷакенти Бостон баҳори нозанин ҳукмфармоӣ мекунад. дар баробари расидани фасли зебои баҳор мардуми сарзамини Тоҷикистон ҷашни байналмилалии Наврӯзро самимона таҷдид мекунанд. Ва имрӯз дар ин ҷамоати мазкур деҳаи Сараз тамоми ташкилоту корхонаҳо, ҷамоатҳои деҳот деги суманак монда хурсандӣ доранд. омадан Наврӯз ҳам аз бомдод, омаданаш фаруху фархонда бод. муборак бошад Наврӯзи аҷам ба ҳамагони азиз. نوروز شد و جمله جهان گشت معطر از بوی گل و لاله و ریحان و صنوبر. نوروز جهانی شد. ما امروز کارمندان بیمارخانه مرکزی شهر پنجکین عید نوروز را جشن گرفته ایستادیم و به مناسبت عید نوروز ما امروز دیگ سمونک ماندیم که این ارزی اجدادی ما می باشد. نوروزتان مبارک باد. همیشه در تاجیکستان صلح پایدار باشد، همیشه نوروز باشد و هر روز مردم تاجیکستان نوروز باشد. افتخارمندی و سرفرازی است که امروز نوروز باستان در سرزمین سررسم باستان جشن گرفته می شود و ما مردم سربلند پنجکند باستانی روح بلند از دستگیری و سیاست عاقلانه پیشوای ملت محترم پرزیدنت کشور امام علی رحمان که امروز احیا کننده فرهنگ ملی می باشند تمام عنعنه‌های نیاگانمان را عاید جشنگیری نوروز به راه مانده ایم و امیدوار آن هستیم که مردم سربلند تاجیکستان با راهبری پیشوای ملت در آینده نوروز عجم را باز از این هم پرشکوه‌تر و زیباتر تجلیل می نمایند. از فرصت مناسب استفاده برده تمام مردم تاجیکستان را از نام اهل استادان و دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند تبریک و مبارکباد می نمایم.
سمنک‌های با خاصیت شود، بهارک‌های خودمی سیر حاصل شود، دهقان کارش به فیض و برکت دهد. همین کی در دلش چه آرزو نیتی دارد، آرزوی کاش جنبه عمل باشد. الله اکبر. ما دفچه زنیم دیگران در خواب، ما دفچه زنیم سمنک در جوش، ما کفچه زنیم دیگران در خواب، ما دفچه زنیم. نوروز شد و لاله خوشرنگ برآمد. تا 30 سال می شود که ما نوروز را جشن میگیریم. اینم با تشبث محترم امام علی رحمان پیشوای ملت ما که غمخوری خلق و وطنشون هستند، نوروز را جشن عنعنوی کرده در همه جا مشهور کردند. ما امروز همه شهروندان خلق پنجکین، من زنها همه خرسند میشیم من این روزای عید که ما لباسای ملی پوشیده همه با فرزند و نبیره ها این روز را جشن میگیریم و بسیار منتداری خودمون میرسونیم برای رئیس شهر ما که من امروز یک جشن پرچکو در سرازم، در شهرک سرازم برپا گردیده ایستاده است. منتداری خودم را برای رئیس شهر ما با محترم پیشوای ملت امام علی رحمان میرسونم که همه خیلی زمان تنجی و آسایشتگی به ما زندگی کرده ایستادیم. آموزگار مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 72 صدیق وردانی هستم. همه مردم شهروند شهر پنجکین و تمام معارفچیان شهر پنجکین را با نوروز آل مفروض تبریک و مبارکباد میگم. باوری کامل دارم که امسال سال نو برای تمام باشندگان شهر پنجکین و خصوصا برای معارفچیان شهر پنجکین یکی از سال باقرار میاد. مردم شهروند شهر پنجکین نوروز به شما مبارک باشد. الهی در خاندان همه شما بردباری، موفقیت و صمیمیت پایدار باشد. نوروزتان مبارک همدیاران عزیز. Muhtaram yurtdoshlar, hammalaringizga bayram muborak bo'lsin. Kirib kelayotgan Navro'z bayrami omad hammaga yor bo'lsin. Dunyomiz, Tojikistonimiz yanada yashnab gullab, tinchlik va totuvlik hammaga hamroh bo'lsin. Маму, я свои люблю, маме помогаю, сесенку, детский сад вожу, дома с ней играю.
امروز ما کارمندان لیسه کسبی تکنیکی هم از جمع آمدیم که دیگه سومنک مونیم از فرصت مناسب استفاده برده ما همه همدیارانمان را با این روز نوروز پیروز تبریک میگویم الهیم دیگه سومنک به خاصیت شود و به مردم ما پیروزی آورد. سومنک در چشم ما رفته زدیم دیگران در خواب ما رفته زدیم سومنک در چشم ما رفته زدیم دیگران در خواب ما رفته زدیم سومنک خیلی بهار است سومنک خیلی کار است سومنک خیلی بهار است دیگران در خواب ما رفته زدیم. الهی آمین. مبارکبادی امر خیر، مبارکبادی نوروزی، مبارکبادی سروری دولتمان، رئیس شهرمان، دکتر بیمارخانهمان احمد جان نکزادوف، خدا مبارک برداند و کسب و کار و عمر و جان یابنده های همین محفل ها خدا برکت کند. ای خداوند صاحبی محفل را امانش ده، حضرت خضر بر مکانش ده. من ندانم در ضمیر دلیست این صاحبی محفل چیست. صاحبی محفل هر چی خواهد همانش ده. من از نام کارگران بیمارخانه پست و زهروی و تشکیل کننده همین محفل منتداری خودم را اظهار می نمایم. خدا سرشان درد نبیند، خدا همیشه خوشبخت و خرسند باشند تا نوروزهای آینده همه مایه خدا رساند. همه کارگرای بیمارخانه های همه کارخانه خدا به تن صحت و با خاطر جمع است. خداوند کریم نگاه دارد. شکر بلا و نعمت، دفع بلا و زحمت به ما حلال ظاهر، به صاحب خیر کننده همین محفل رحمت. سمیان نارگو هستم، متخصص پیشبر در شعبه تعلیم مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر پنجکین. امروز مؤسسه دولتی ما در قطار دیگر مؤسسه ها دیگه سومنک خود را گذاشتند در اینجا و خیلی که همگان خوب میدونیم در جشن نوروز همه ساله سومنک میمانند. یکی از رمزهای اساسی عید نوروز این سومنک میباشد. پیش از همه همشهریان عزیز خود را به این عید باشکوه عید نوروز از صمیم قلبی خویشتن تبریک و مبارکباد گفته برایشان تمام خوشی های زندگی را تمنا دارم. خیلی که نوروز گذشته خیلی نوروز با خاصیت بود. نوروز سال گذشته تا این جانب مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهری پنجکین به دستاوردهای زیاد نائل گردید. امید داریم که مؤسسه دولتی ما تا نوروز آینده نیز باز هم به دستاوردهای بیش از پیش نائل می‌گردد. تا نوروز امساله یک چند نفر از دانشجویان مؤسسه ما در آزمون‌های جمهوریوی اشتراک نموده سزاوار جایهای نمایان گردیدند. از جمله در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی سزاوار جای یکم، در آزمون جمهوریوی تاجیکان در آینه تاریخ یک نفر دانشجو سزاوار جای سیوم و یک نفر آموزگار نیز سزاوار جای سیوم گردید. آموزگاران همه روزه کوشش نموده ایستادند که در آزمون‌های من بعد در سال جاری نیز دانشجویان اشتراک نمایند و سزاوار جایهای نمایان گردند. ای خداوند زمین و آسمان تا به نوروز دیگر ما را رسان. من شیرینشاه نوراللهیف هستم، کارمند حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان. واقعا ما در عرفه قرار داریم که نوروز خجسته یکی از جشن‌های قدیمی مشرق زمین کهن
مشام آن به مشام ما میرسد. رسیده سال است و از نام شاعر میگویم که نوروز لاله آرد، می در پیاله آرد، پیغام نوبهاران بر کوه و یاله آرد. واقعا یک نوگانی است که امروز شهروندان شهر پنجکند نوروز خجستپی را در سرزم باستان در مکان آن که 5500 سال تاریخ دارد با یک شکوه و شهامت خاصه با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده کشور که در زیر سیاست خردمندانه و انسان پرورانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان محترم امامعلی الرحمن فعالیت و زندگی داریم تجلیل می نماید. بار دیگر با کل مردم سربلند تاجیکستان این عید تاریخی، این عید نیاگان تاریخی با کل شما مبارک باد. در این شب روز بهاری بیدار شدن طبیعت و چهره های زیبای مردم دیار تاجیک تبار را دیده میخواهم همه هموطنان را با عید نوروز مبارک باد گویم. بگذار هر روزشان خوش روز باشد، هر روزشان نوروز باشد و آن فعالی که هنگام پختن طعام ملی نوروزی با نام سوملک هر کسی که نیت میکند جامعه عملی پوشد. نوروزتان خوش روز باد، هر روزتان نوروز باد. خدمت کنندگان شهر پنجگند، من امروز باز یک روز خوشبختی ما تاجیکستانیان که جشن نوروزی قید میکنیم و همه مردم الان جمع آمدن که در پاگاه روز همین جشن رو گذرانند. وقتی من در سال نو با مردم پنجگند و تمام تاجیکستانیان و خوشبختی میخوام هر وقت تنفیت و خانه آباد باشند. الهی سال نو سال خوشبختی بیارد، همه بردباری ها بیارد، سال فراوانی شود
الهی مردم پنجکند از این بیماری هایی که در سالهای آخر گذرانده بودند آزاد باشند و خوشبختانه زندگانی کنند. برای که با همشان تنفیت خاطر جمع می‌خواهم. مدیر بخش کار با جوانان و ورزش شهر پنجکین حسین فلوبگ هستم. امروزها به دیاری همیشه بهار ما و شما تاجیکستانی عزیز نوروز بین المللی لبخند میزند که با استفاده از فرصت همه هموطنان را از نام کلی جوانان شهر و دهات پنجکین صمیمانه مبارکباد میگوییم و واقعا هم نوروز یعنی که آمد فصل بهار خود این یک حال نیک است و این خود یک عید جوانان است و در سال سپری شده با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکین دستاوردهای ساحه جوانان و ورزش خیلی نظررس بود و مخصوصا در رشته ورزش یعنی که فوتبال شهر پنجکین دسته فوتبال بازان شهر پنجکین دسته سرازم از لیگ دوم به لیگ یکم راه خط گرفت و امسال با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکین و مخصوصا محترم رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق فوتبال بازان ما یعنی که دسته کلوب سرازم شهر پنجکین در لیگ یکم بازی میکند و من باوری دارم که باز در ادامه چنین مسابقات و بازی ها در لیگ یکم باز هم جوانان ما یعنی که فعالناکی خود را نشان میدهند و در دیگر سمت های ساحه ورزش همچنین گشتن ملی و فوتبال و عموما دیگر از روی 13 نمودی ورزش که امروز مؤسسه دولتی مکتب ورزشی شهر پنجکین فعالیت میکنند و اکثر از در تمام شاخه های ورزش امروز ما دستاوردهای نظررس داریم و بار دیگر نوروزتان فیروز بود و هر روزتان نوروز بود. سلام باشید. اینجوری امنی باشد. ما این شب در این ارکانات سنونک کردیم.
فقط خداوند نوروز همیشه همه خیلی تاجیکستان شادی و خرسندی باشد تینجی امنی باشد. ساحه معارف شهر دیهات پنجکند یکی از ساحه افسرناک به شمار می‌رود. امروز بخشیده به روز نوروز عالم افروز در شهر و دیهات پنجکند چهاربان‌های ایدانه گذرانده شده است و امروز با سپارش مقامات اجرایی محلی حکومت دادی شهر پنجکند در پایگاه باستانشناسی سرازم که تاریخی بیش از 5500 ساله دارد تمام تشکیلات و کارخانه‌ها بخشیده به جشن نوروز خیمه‌های ایدانه افروختند و امروز معارفچیان شهر دیهات پنجکند اهل مؤسسه‌های تعلیمی کودکستان‌ها و دستگاه شعبه معارف دسترخوان ایدانه و هنرهای مردمی خود را بخشیده به جشن نوروز آورده ایستادند. خیلی که میگویند آبادی ما پیشروی ما تنها و تنها به خود ما وابسته است. نوروزتان مبارک باشد همدیاران عزیز. زحمت و تلاش‌های پیوسته اساسگذار سالوعدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان است که امروز در سراسر دنیا علاوه در کشور بیشت آسای ما تاجیکستان بیشت آسا ما نوروز عالم افروز را که همزمان جشن بین‌المللی است با یک شکوه و شامت خاصه تجلیل می‌نماییم. اینک در شهر باستانی پنجکند نیز شکوه نوروز تازه اوج گرفته است و با دستگیری رهبریت شهر پنجکند و خود توجهی به واسطه اساسگذار سالوعدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امالی رحمان اولین بار در شهرک سرازم جشن با شکوه نوروز اجرام تجلیل کرده می شود. هموطنان عزیز با استفاده فرصت مناسب همه شما و اهل پیوندان را علالخصوص همشهریان عزیز و گرامی را با فرارسی این جشن مبارک تبریک و مبارکباد گفته به خاندان هر یک شما بردباری و فیض و برکتی به پایان را آرزومندم. بگذار کشوری بیشت آسای ما در زیر پرچم دولتی و تلاش های ناگسستنی و بیش از پیش ما دائم در حال رشد باشد.